زانو میزنه و سپرش رو بالا میگیره، علامتی برای شروع یک قتل عام. اسپارتاکوس نیت اون رو میفهمه و با تمام قدرت روی سپرش میپره. این حرکت بهش کمک میکنه تا ارتفاع بگیره و به سمت بیاتوس حمله کنه. به طور معجزه آسایی اون از زیر شمشیر در میره. میخواد ضربه دوم رو بزنه که ناگهان شلاق مربی دور دستش میپیچه و موفق نمیشه. سورا با زحمت دستش رو بالا میاره و صورت اسپارتاکوس رو لمس میکنه، با اینکه نفسهای آخرش رو میکشه، اما به نظر میرسه که از دیدن اون خیلی خوشحاله. اونا به هم نگاه میکنن و سورا چشماش به آرومی بسته میشه. بیاتوس برای سورا مراسم تشییع جنازه برگزار کرده. اسپارتاکوس پارچه تعهد رو در دستای همسرش میذاره. قسم میخوره که قوی تر بشه و انتقام خون همسرش رو از قاتلش بگیره. بیاتوس با تظاهر به همدردی در حال تسلیت گفتن به اسپارتاکوسه و ابراز پشیمونی میکنه که چرا نگهبانای بیشتری برای محافظت از سورا نفرستاده. به گفته اون توی مسیر برگشت به امارت، کالسکه سورا توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار میگیره و اون از این ناراحتی که چرا سربازای بیشتری رو برای محافظت از اون نفرستاده بوده. اما اسپارتاکوس تمام تقصیرها رو گردن گلابر، ژنرال رومی میندازه، کسی که اونها رو به بردگی کشون، بیخبر این که همه چیز از طرف بیاتوس برنامه‌ریزی شده. اون ترتیب قتل همسرش رو داده بوده. اون خنده شیطانی توی حیاط نشون میداده که برنامه‌اش موفقیت آمیز بوده. لوکریشا نمیفهمه که همسرش چه فکری میکنه و چرا حاضر برای به دست آوردن فقط یک جسم مرده این همه هزینه کنه. اون در جواب میگه که اسپارتاکوس سورا رو بالاتر از هر چیز ارزشمند دیگه‌ای میدونه و اونو بدون قید و شرط دوست داره. اگر اسپارتاکوس فکر میکرد که سورا در جای دیگه‌ای مرده بیقرار میشد و به دنبال انتقام میرفت، بنابراین بهترین راه این بود که اون مرگ غم‌انگیز همسرش رو جلوی چشماش ببینه. مربی که از فرار اسپارتاکوس با خبر شده بهش هشدار میده: اگه یه بار دیگه قصد فرار کردی، قبلش باید منو بکشی، چون میدونه درگیری با سیستم و فرار از اینجا غیر ممکنه و با این کارش نظم و زندگی بقیه رو توی خطر میندازه. وور، دوست اسپارتاکوس، فرصت ملاقات با همسر و فرزندش رو پیدا کرده. اول از اینکه بعد از مدت‌ها خانواده‌اش رو می‌بینه خوشحاله، اما همسرش به شدت نگران سرنوشتشونه و دوری اون براش غیر قابل تحمله. وور تلاش میکنه که همسرش رو آروم کنه و قول میده به زودی به خونه برمیگرده، اما در عمق نگاهش مشخصه که خودش هم مطمئن نیست که بتونه به قولش عمل کنه. در بازار برده ها جمعی از برده های جدید روی صحنه آورده میشن تا توسط اربابان برده انتخاب بشن. بیاتوس انقدر ثروتمند شده که همه برده ها رو با $100 میخره. هدفش اینه که اونا رو آموزش بده و تبدیلشون کنه به گلادیاتورهای شکست ناپذیر. برده های جدید توی اردوگاه صف کشیدن. الیسا، همسر ژنرال رومی، هم حضور داره. همسر بیاتوس برای اینکه دل الیسا رو به دست بیاره و راه رو برای پیشرفت شوهرش هموار کنه، بهش پیشنهاد میده که خودش یه برده انتخاب کنه. این برده از اون لحظه به بعد مال الیسا میشه. اگه توی میدان نبرد نامی برای خودش دست و پا کنه، این برای اربابش یه افتخار بزرگ به حساب میاد. الیسا از هیجان نمیدونه کدوم یکی از برده ها رو انتخاب کنه. در نهایت با توصیه بیاتوس اون یه برده به نام سیاکس رو انتخاب میکنه. زنهای اشرافی به دعوت همسر بیاتوس اومدن خونه‌اش تا کمی خوش بگذرونن. تو گفتگوهای نیشدارشون اونا گلادیاتور الیسا رو مسخره میکنن چون هنوز توی نبرد شرکت نکرده. به جاش از اسپارتاکوس که حالا قهرمان کاپوا شده تعریف میکنن. الیسا که ازش متنفره سعی میکنه تحقیرش کنه. اسپارتاکوس به یاد همسرش که به خاطر شوهر اون کشته شده جواب اونو با عصبانیت میده. الیسا که به سختی خشمش رو کنترل میکنه، بعد رفتن زنهای اشرافی تصمیم به انتقام میگیره. اون گلادیاتورش رو با وعده آزادی وسوسه میکنه تا اسپارتاکوس رو به قتل برسونه. کریکسوس بالاخره به زندگی برمیگرده، ولی اوضاع تغییر کرده و اسپارتاکوس جایگاهش رو گرفته. پزشک برای درمان کریکسوس لیست داروهایی رو به بیاتوس میده، اما اون از هزینه‌ها خسته شده. آشر، برده‌ای که قبلا خودش گلادیاتور بوده، رو میفرسته تا داروها رو بخره. آشر که به خاطر آسیب دیدگی نمیتونه بجنگه، میخواد از کریکسوس بابت زورگویی‌هاش در گذشته انتقام بگیره. به بیاتوس پیشنهاد میده که کریکسوس رو بفروشه. بیاتوس ابتدا دودل میشه، اما آشر اون رو تحریک میکنه
میکنه و میگه که کریکسوس و اسپارتاکوس هیچ وقت با هم خوب نبودن و نخواهند شد. همسر بیاتوس از این موضوع نگران میشه. اون سعی میکنه جلوی فروش کریکسوس رو بگیره اما موفق نمیشه. ناویا که خیلی نگران اونه به کریکسوس میگه که باید خودش رو به اربابش ثابت کنه وگرنه اون رو میفروشه. اون به ناچار حتی با زخمی بودنش اسپارتاکوس رو به مبارزه دعوت میکنه. اسپارتاکوس که به جنگ عادت کرده به راحتی اون رو شکست میده و نتیجه برعکس میشه. حالا بیاتوس بیشتر از همیشه مصمم به فروش اونه. اما درست روزی که قرار بود کریکسوس فروخته بشه یه اتفاق سرنوشت ساز میفته. اسپارتاکوس توی حمام غرق در فکر همسرشه که ناگهان از پشت مورد حمله قرار میگیره. درست وقتی که در آستانه مرگ کریکسوس به موقع میرسه و به سختی اونو از مرگ نجات میده. وقتی بیاتوس از این موضوع باخبر میشه به شدت عصبانی میشه. اون به ارزش و وفاداری بیچون و چرای کریکسوس پی میبره و از تصمیمش برای فروش اون کنار میگیره. هرچند بیاتوس میدونه که این نقشه الیسا بوده اما به خاطر اینکه همسر اون یه فرد با نفوذه به روش نمیاره. اون دستور میده که سیاکس به صلیب کشیده بشه تا عبرت بشه واسه بقیه. همسر بیاتوس میخواد کاری کنه که اسپارتاکوس مرگ همسرش رو فراموش کنه. اون ترتیبی میده تا لینا از بین زنانی که ماسک به چهره دارن یکی رو برای دیدار عاشقانه با اسپارتاکوس انتخاب کنه. لینا که خود یه اشرافزاده است میرا رو واسه اسپارتاکوس انتخاب میکنه اما قبلش میخواد خودش یه قرار ملاقات با اسپارتاکوس داشته باشه. همسر بیاتوس درخواستش رو قبول میکنه. البته بهش یادآوری میکنه که برای حفظ هویتش با ماسک و سکوت کامل به امارت بیاد. در این حال الیسا به طور ناگهانی وارد میشه و وقتی ماسک رو دست لینا میبینه حدس میزنه که اون برنامه‌ای برای دیدار مخفیانه با یک گلادیاتور داره. همسر بیاتوس که از کنجکاوی اون کلافه شده ناخواسته راز رو فاش میکنه. الیسا ازش درخواست میکنه تا تجربه کارناول نقابدار رو برای اونم ترتیب بده و میخواد با کریکسوس باشه. اما این درخواست همسر بیاتوس رو عصبانی میکنه چون کریکسوس معشوقه خودشه. با این حال بیاتوس به دلیل جاه طلبی‌هاش همسرش رو مجبور میکنه که خواسته الیسا رو قبول کنه. وقتی میرا به عنوان برده جدید به اتاق اسپارتاکوس فرستاده میشه، اسپارتاکوس بدون هیچ حرفی اونو از اتاق بیرون میکنه. همسر بیاتوس از این موضوع خشمگین میشه و به میرا دستور میده که اگه دوباره نتونست اسپارتاکوس رو جذب کنه باید خودکشی کنه. شب کارناول نقابدار فرا میرسه و اسپارتاکوس طبق نقشه همسر بیاتوس وارد رابطه با یه زن نقابدار میشه. در اوج این ماجرا ناگهان وارد اتاق میشه و اعلام میکنه که اشتباهی رخ داده. بعد از برداشتن نقابها مشخص میشه که اسپارتاکوس با الیسا بوده، زنی که شوهرش دشمن بزرگ اسپارتاکوسه. این رسوایی الیسا رو به شدت خشمگین و شرمنده میکنه. لینا که شاهد این رسوایی الیسا رو مسخره میکنه. در اوج خشم الیسا سر لینا رو به زمین میکوبه و کشته میشه. این قتل یه بحران بزرگ توی امارت به وجود میاره اما بیاتوس و همسرش تصمیم میگیرن جسد لینا رو مخفی کنن تا بتونن الیسا رو مدیون خودشون کنن. از این لحظه الیسا که همیشه مغرور و متکبر بود کاملا تحت کنترل اونا در میاد. چند روز قبل از این ماجرا اسپارتاکوس و دوستش ورد توی یه میدانی فرستاده شده بودن. اونا با مهارت و هماهنگی عالی تونستن 12 تا گلادیاتور رو شکست بدن. این پیروزی باعث میشه نوماروس پسر کادیوس که قبلا اسپارتاکوس شمشیرزنی یادش داده بوده بیشتر علاقه‌مند بشه بهش. 3 روز بعد جشن تولد اونه. بیاتوس پیشنهاد میده که این جشن توی خونه خودش برگزار بشه. نوماروس کوچولو خوشحال میشه چون میتونه از نزدیک دوباره اسپارتاکوس عزیزش رو ببینه. اون با این کارش میخواد رابطه خودش رو با کادیوس تقویت کنه و راهش رو توی سیاست باز کنه. بالاخره روز جشن تولد فرا میرسه. کلی از اشراف و مقام‌های مهم توی امارت جمع شدن. طبق نقشه بیاتوس، اسپارتاکوس نوماروس کوچولو رو به محل تمرین میبره. نوماروس خیلی خوشحال و هیجان زده است و حتی یه سری حرکت‌های نمایشی به اسپارتاکوس نشون میده. اما تصادفی لباسش رو کثیف میکنه. همسر بیاتوس پیشنهاد میده که نوماروس بره یه حمام بگیره تا برای شام آماده بشه. اینجاست که الیسا نقشه شوم خودش رو اجرا میکنه. اون که از گذشته با اسپارتاکوس کینه به دل داره، به دنبال انتقام میره. وقتی نوماروس توی حمومه، الیسا میره پیشش و سعی میکنه از معصومیت اون برای انتقام از اسپارتاکوس استفاده کنه. دقیقاً مشخص نمیشه توی اون نیم ساعت توی حموم چه اتفاقی میفته، اما به نظر میاد که الیسا به هدف خودش رسیده. حالا وقت نمایشه. بیاتوس یه میدان موقت درست کرده و همه منتظرن که مبارزه بین اسپارتاکوس و کریکسوس شروع بشه. بیاتوس به اسپارتاکوس و کریکسوس دستور میده توی این جشن یه مبارزه نمایشی داشته باشن، اما تاکید میکنه
میدونه که نباید کسی کشته بشه چون هر دو براش با ارزشن. اما درست قبل از شروع مبارزه، نوماروس که حالا تحت تاثیر الیساس تصمیم میگیره که وور دوست اسپارتاکوس رو جایگزین کریکسوس کنه. مبارزه شروع میشه و اسپارتاکوس با دودلی مجبور میشه با برادر عزیزش وور روبرو بشه. یه نمایش فوق‌العاده قراره با تشویق و دست زدن تموم بشه، اما ناگهان نوماروس با یه حرکت انگشت همه رو شوکه میکنه. این حرکت یعنی کسی که به بازه باید بمیره. بیاتوس سریع به کادیوس توضیح میده که این فقط یه مبارزه نمایشیه و قرار نیست کسی کشته بشه، اما برای اشراف این چیزا اهمیت نداره. اونم میگه تصمیم پسرشه. اسپارتاکوس نمیتونه به دوستش صدمه بزنه، اما دوستش میگه که اگه این کارو نکنی اونا هر دوتامونو خواهند کشت، پس این کارو بکن. از اون طرف بیاتوس تحت فشار نگهبانها دستور میده که اسپارتاکوس رو وادار به این عمل کنن. اون مقاومت میکنه و نمیتونه خودش رو راضی کنه که این کار رو انجام بده. وور همیشه به اسپارتاکوس به عنوان یه برادر واقعی نگاه میکرده و توی اون لحظات آخر ازش میخواد که این برادری رو با مراقبت از خانواده‌اش ادامه بده و بعد به ناچار شمشیر اسپارتاکوس رو توی گردنش فشار میده. در نهایت اون به زمین میافته. الیسا با نقشه‌ای که کشیده بود به هدفش میرسه. اون اسپارتاکوس رو مجبور به کشتن بهترین دوستش میکنه و عملاً موفق میشه که اسپارتاکوس رو توی عذاب روحی فرو ببره. بیاتوس از این موقعیت استفاده میکنه و جاه طلبی‌های سیاسیش رو به کادیوس میگه، اما اون بهش میفهمونه که توی سیاست جایگاهی نداره و بهتره تو همین کاری که استعدادشو داره ادامه بده. به جاش سالونیس رو انتخاب میکنه. بیاتوس از این تحقیر خشمگینه و تصمیم به انتقام میگیره. میرا، زنی که اسپارتاکوس قبلا ردش کرده بود، بهش نزدیک میشه و بغلش میکنه تا یکم از تنهاییش کم بشه، اما اون خشم و عذاب روحیشو با مشت زدن تو دیوار خالی میکنه. اون تصمیم میگیره تمام جوایزی که از مبارزه هاش میگیره رو به همسر دوست مرحومش بده. احساس گناه و اندوه شدید باعث میشه حتی به تمرین‌های روزانه هم علاقه‌ای نداشته باشه. زخمش عفونت کرده و اصلاً بهش توجه نمیکنه تا جایی که توی میدان تمرین بیهوش میفته. بیاتوس نگران میشه و به پزشک دستور میده هر کاری از دستش برمیاد برای درمان اون انجام بده. همچنین میرا رو مسئول مراقبت از اسپارتاکوس میکنه. یکی از افراد بیاتوس یه نامه بهش میده. توی نامه نوشته شده که کالسکه و همراهان کادیوس بیرون شهر پیدا شدن، اما خود کادیوس ناپدید شده. همسر و پسرش حسابی گیج میشن، اما بیاتوس پیشنهاد میده که برن و پسرش رو توی جستجو کمک کنن. نیت واقعی بیاتوس اینه که اونا رو به سمت تله‌ای که خودش گذاشته بکشونه. بیاتوس چند روز بعد از جشن بلوغ نوماروس کوچولو نقشه رو بودن کادیوس رو کشیده بود. اون همراه با آشور و آلیس، شخصی که در مرگ همسر اسپارتاکوس نقش داشت، به زیر زمین میرن، جایی که کادیوس رو زندانی کردن. بدون هیچ مقدمه‌ای شروع میکنه به تحقیر و شکنجه کردن کادیوس. بعدش هم به افرادش میگه مواظب اون باشن و خودش اونجا رو ترک میکنه. آلیس نزدیک میشه تا بفهمه اون هنوز نفس میکشه یا نه، که ناگهان گردن اون رو گاز میگیره. آشور که حس میکنه اوضاع خراب شده، سریع آلیس رو میکشه کنار و بهش میگه بره دنبال کمک پزشکی. توی درمانگاه چیزی که آلیس نمیدونه اینه که فرد کناریش که توی کماس اسپارتاکوسه. آشور که نقشه خودش رو داره میره سراغ رقیب بیاتوس، سالونیس. بهش خبر میده که کادیوس رو دزدیدن. اولش اون حرفای آشور رو جدی نمیگیره و وقتی آشور حلقه کادیوس رو نشون میده، اون حرفاشو باور میکنه. وقتی به فاضلاب میرسن، صدایی میشنون که انگار یکی داره از بالا میاد. آشور که ترسیده فرار میکنه. سالونیس نمیتونه این فرصت رو از دست بده. چاقوش رو در میاره و کادیوس رو آزاد میکنه. به محض اینکه کلاه اونو برمیداره شوکه میشه، چون میبینه کادیوس قبلا توسط کسی که گردنش رو بریده کشته شده. در همین حین بیاتوس و افرادش از راه میرسن. نوماروس که شاهد مرگ پدرشه، سالونیس رو مقصر میبینه و اونم حرفی برای گفتن نداره. بیاتوس دستور میده دستگیرش کنن. آشور با غرور پشت سر بیاتوس ظاهر میشه. مشخص میشه که تمام این ماجرای تله بوده. بیاتوس از اول نقشه کشیده بوده تا هم کادیوس و هم سالونیس رو از سر راه برداره. از طرفی اسپارتاکوس که به هوش اومده، آلیس رو روی تخت کناری میبینه و شوکه میشه. براش سواله که چطوری زنده است، به خاطر اینکه روز مرگ همسرش آلیس به شدت زخمی شده بوده.
اون از میرا میخواد که دستاشو باز کنه تا بتونه زخم‌های آلیس رو چک کنه. بعد از کمی فکر میرا دستاشو باز میکنه. اون هیچ زخمی روی بدنش نداره. متوجه میشه که مرگ همسرش شاید یه توطئه کامل بوده. گردن آلیس رو میگیره و ازش میپرسه چه کسی دستور قتل همسرش رو داده بود. آلیس اولش مقاومت میکنه اما در نهایت به زور میگه بیاتوس. با خفه کردن آلیس نقشه انتقام توی ذهن اسپارتاکوس شکل میگیره. بیاتوس که از این ماجرا بی خبره فکر میکنه آلیس از شدت جراحت مرده، اما خوشحاله چون حالا یه نفر کمتره که از رازهاش خبردار باشه. به عنوان پاداش برای وفاداری و زرنگی آشور، بیاتوس اونو از بردگی آزاد میکنه و بهش اجازه میده هر جا که میخواد بره. اسپارتاکوس کاملا بهبود پیدا کرده و به تمرین برمیگرده. کمی بعد در حالی که هزاران نفر توی استادیوم جمع شدن، سالونیس رو برای محاکمه عمومی به میدان میارن. بعد از چند حرکت سالونیس که هیچ قدرتی نداره به زانو در میاد. اون به اسپارتاکوس میگه تو داری آدم اشتباهی رو میکشی. من دشمن تو نیستم، دشمن واقعی تو بیاتوسه، همون کسی که همه این جنایات رو ترتیب داده. به نظر میاد اسپارتاکوس حرفای اونو میفهمه. در جواب میگه نگران نباش، اونم خیلی زود بهت ملحق میشه. سالونیس با شنیدن این حرف به خنده میفته و با آغوش باز به استقبال مرگ میره. کریکسوس دوباره به قدرت گذشته‌اش برگشته، اما دیگه فقط برای افتخار نمی‌جنگه. حالا برای زنی که دوستش داره می‌جنگه. اون امیدواره که با برنده شدن جایزه آزادی خودش و محبوبش رو به دست بیاره. اما بیخبر از این که آشور به دقت رفتارهاش رو زیر نظر داره. آشور بعد از اینکه نقش مهمی در رویدادهای اخیر ایفا کرد، بیاتوس اون رو از بردگی آزاد کرده و به عنوان رئیس امور داخلی منصوبش کرده. مردم شانس دارن. بهش میگه میتونه هر برده‌ای رو که دوست داره به عنوان همراه انتخاب کنه. آشور ناویا رو که با کریکسوس در رابطه است انتخاب میکنه. کریکسوس بدون اینکه از اقدامات آشور خبر داشته باشه به سراغ اسپارتاکوس میره. اون با اشتیاق منتظر یه نبرد مرگ و زندگی با اسپارتاکوس تا قهرمانی رو که حق خودش میدونه دوباره به دست بیاره. اما اسپارتاکوس دیگه به افتخار میدان نبرد اهمیتی نمیده. تنها هدف اسپارتاکوس کشتن بیاتوس و انتقام گرفتن از همسر مرحومشه. میرا حدس میزنه که اسپارتاکوس قصد کشتن بیاتوس رو داره، اما اون این رو پیش خودش نگه میداره چون به مرور زمان عاشق اسپارتاکوس شده. اون سعی میکنه اسپارتاکوس رو متوقف کنه چون طبق قوانین روم اگه برده سرپرستش رو بکشه تمام برده های خونه باید زنده دفن بشن. این یعنی اگه بیاتوس بمیره همه برده ها اعدام میشن. اما اسپارتاکوس که از شدت نفرت کور شده به نصیحت های اون گوش نمیده. بیاتوس اسپارتاکوس رو احضار میکنه. از صحبت‌های اون مشخصه که اون مشغول سرگرم کردن ژنرال رومی گلابر هست. بیاتوس که هرگز از آرزوهای سیاسیش دست نکشیده، حالا امیدواره که گلابر اونو توی راه یافتن توی سیاست کمک کنه. اون اسپارتاکوس رو زودتر احضار کرده تا مطمئن بشه که در سرگرم کردن ژنرال رفتار خوبی داشته. دقت کردین گفتم ژنرال؟ اون اسپارتاکوس رو زودتر احضار کرده تا مطمئن بشه که در سرگرم کردن ژنرال رفتار خوبی داشته باشه و نقشه های سیاسیش رو خراب نکنه. اسپارتاکوس ظاهرا موافقت میکنه اما توی دلش به دنبال فرصتی برای کشتن بیاتوسه. وقتی چاقوی میوه‌خوری رو روی میز میبینه و آماده عمل میشه، ناگهان یه برده جدید رو میبینه که بیاتوس خریده. این برده جدید کسی نیست جز آوریلیا، همسر دوست مرحومش ور. بعد از لحظه‌ای فکر اسپارتاکوس دستش رو عقب میکشه. اون ممکنه به زندگی بقیه برده‌ها بی‌توجهی کنه، اما نمیتونه آخرین آرزوی دوستش برای محافظت از خانواده‌اش رو نادیده بگیره. اسپارتاکوس به صورت مخفیانه با آوریلیا ملاقات میکنه. ازش میخواد اینجا را ترک کنه، اما اون که هنوز باور داره اسپارتاکوس باعث مرگ همسرش شده، از شنیدن حرفای اون امتناع میکنه. در همین حال کریکسوس متوجه میشه که ناویا نسبت به اون فاصله گرفته. ازش میپرسه چه اتفاقی افتاده. تحت فشار ناویا با چشمای اشک‌آلود فاش میکنه که اربابش اون رو به مرد دیگه ای داده. کریکسوس شوکه میشه و میپرسه اون مرد کیه، اما ناویا اسمش رو نمیگه چون میدونه که به عنوان برده هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. همسر بیاتوس برای برقراری یه رابطه عاطفی کریکسوس رو احضار میکنه، اما ناگهان متوجه میشه که حامل است و وقتی بیاتوس برمیگرده و این خبر رو میشنوه حسابی خوشحال میشه.
ژنرال گلابر وارد امارت میشه. بیاتوس با هیجان پیشنهاد میده که امیدواره حتی یه نقش کوچیک هم که شده تو امور مدنی به عهده بگیره. ژنرال تا حدی تحت تاثیر موفقیت‌های اون توی عرصه گلادیاتوری قرار گرفته. ازش میخواد گلادیاتورهاش رو بیاره بیرون. هدفش از این کار تحقیر کردن اسپارتاکوس جلوی بقیه است. ازش میخواد با یه شمشیر چوبی با سربازای مسلح به شمشیر آهنی و زره پوش بجنگه. برخلاف انتظارش اسپارتاکوس با شجاعت با سربازا میجنگه و موفق میشه 7 از اونها رو شکست بده. گلابر که حسابی تحقیر شده به بیاتوس میگه اگه اون زانو بزنه حمایتش میکنه. بیاتوس ازش میخواد که زانو بزنه ولی اسپارتاکوس بی‌اعتناست. اما وقتی همسر دوستش رو میبینه برای محافظت از سلامتیش با اکراه زانو میزنه. این کارش باعث میشه گلابر توی دوراهی قرار بگیره و چاره‌ای جز حمایت از بیاتوس نداشته باشه. ناگهان آشور به قصد تحریک کریکسوس با ناویا صمیمانه رفتار میکنه. کریکسوس ساده‌لوح فریب میخوره و به آشور حمله میکنه. این اتفاق باعث میشه گلابر از بیاتوس ایراد بگیره و بگه که حتی نمیتونه برده‌هاش رو کنترل کنه، چه برسه به اینکه کارهای مهمتری انجام بده و وارد سیاست بشه. گلابر آماده رفتنه. بیاتوس و همسرش که اوضاع رو خراب میبینن به آشور دستور میدن تا جعبه‌ای که دست قطع شده لینا توشه رو بیاره. اونا از این طریق که لینا توسط همسرش الیسا به قتل رسیده گلابر رو تحت فشار قرار میدن و کنترلش میکنن. اون مجبوراً یه حمایت کوچیک بهش میده و میگه بخشی از نیروهاش رو میذاره تا جلوی شرمندگی‌های بعدی گرفته بشه. به عنوان مجازات همسرش الیسا هم قراره توی کاپوا بمونه. همسر بیاتوس ناویا رو شکنجه میکنه که چطور جرأت کرده بهش خیانت کنه. اون ناویا رو برای اینکه از دید کریکسوس دور بمونه به یه معدن کار تبعید میکنه. کریکسوس رو به یه ستون میبندن و به خاطر رفتارش حسابی تنبیهش میکنن. در حالی که بیرحمانه شلاق میخوره، لبخندهای آشور نشون میده چقدر از این کار راضیه و لذت میبره. بیاتوس که همیشه از رابطه پنهانی همسرش با کریکسوس خبر داشته، بالاخره رو در رو باهاش حرف میزنه، ولی به جای عصبانیت خیلی خونسرد بهش میگه این رابطه رو تموم کن و به فکر بچه‌ای که توی راه داریم باش. اون با فهمیدن اینکه شوهرش همیشه زرنگی‌های اون رو تحمل کرده، حس گناه و پشیمونی داره. تصمیم میگیره رابطه‌اش با کریکسوس رو تموم کنه. در همین حال ناویا داره با سرنوشت تلخ روبرو میشه. موهاشو کوتاه کرده و قراره به معدن کار فرستاده بشه. کریکسوس به خاطر رفتار اخیرش توی زندانه و از این اتفاق دلشکسته است. بهش قول میده آزادی خودمو به دست میارم و تا وقتی که پیداست نکنم آروم نمیگیرم. مدتی بعد بیاتوس یه خبر فوق‌العاده میشنوه. با حمایت گلابر قراره تا 2 روز دیگه مسئول اداری کاپوا بشه. حالا تمام تمرکزش روی سیاست معطوف شده و دیگه به چیزی جز قدرت فکر نمیکنه. وقتی مربی بهش میگه که سربازای گلابر دارن گلادیاتورها رو اذیت میکنن، اون با بی‌تفاوتی جواب میده تحمل کنین، من وقت شنیدن این مسائل بی اهمیت رو ندارم. برای جشن ترفیع گرفتنش بیاتوس میخواد یه مهمونی بزرگ برای اشرافزاده‌ها ترتیب بده. همسرش برای اینکه وفاداری خودش رو ثابت کنه و نشون بده که با کریکسوس تموم کرده، پیشنهاد میده که یه مبارزه مرگبار بین اسپارتاکوس و کریکسوس برگزار بشه. با اینکه مهارت جنگی کریکسوس و اسپارتاکوس تقریباً با هم برابره، پس نتیجه مبارزه میتونه به هر سمتی بره. اون برای اینکه ثابت کنه که گذشته ننگینش رو پشت سر گذاشته، پیشنهاد میده که قبل از مبارزه کریکسوس رو مسموم کنن. اینطوری از شرارت‌های کریکسوس و هر گونه رسوایی دیگه خلاص میشن. هدفش از رسوایی همون بچه‌دار شدنشه. بیاتوس هم قبول میکنه و به آشور دستور میده که یه سم قوی براش تهیه کنه. این طرف اسپارتاکوس با هر فرصتی که به دست میاره یواشکی با گلادیاتورها نقشه‌ای برای شورش و فرار میکشه. بدرفتاری‌های اواخر سربازان گلابر اونا رو به شورش بیشتر تحریک میکنه، ولی مشکل اینجاست که خیلی از گلادیاتورها هنوز به کریکسوس وفادارن و تا زمانی که حمایت اون رو نداشته باشن نقشه اسپارتاکوس کامل شدنی نیست. آگرون یار نزدیک اسپارتاکوس پیشنهاد میده که اگر بتونن کریکسوس رو از زندان آزاد کنن شاید بتونن به سمت خودشون بیارنش. اون نزد بیاتوس میره و پیشنهاد میده که جنگیدن با کریکسوس تو این شرایط که زخمی و زندانی بی معنیه. پس اگه کریکسوس آزاد بشه تا تمرین کنه این مبارزه براش معنی بیشتری پیدا میکنه. بیاتوس که از قبل غذای کریکسوس رو مسموم کرده قبول میکنه و کریکسوس آزاد میشه. اسپارتاکوس یه درخواست دیگه هم داره، اینکه قبل از مبارزه شب رو میخواد با میرا باشه. توی این مدت که با میرا هست ازش میخواد که شبانه در بین امارت و میدان تمرین رو باز کنه تا بتونن فرار کنن. میرا هم قبول میکنه.
روز بعد اسپارتاکوس فرصت پیدا میکنه تا در مورد نقشه فرارش با کریکسوس صحبت کنه، اما اون قاطعانه مخالفت میکنه. اون نمیخواد جون بقیه رو برای آزادی که شانس موفقیتش صفره به خطر بندازه. تنها چیزی که براش مهمه زنده موندنشه و نجات دادن ناویا که تبعیدش کرده. اون به کریکسوس هشدار میده که دیگه به بیاتوس اعتماد نکنه و حقیقت مرگ همسرش رو بهش میگه. اون حرفای اسپارتاکوس رو باور میکنه ولی همچنان حاضر نیست توی شورش شرکت کنه. همسر بیاتوس که هنوز نمیتونه احساساتش نسبت به کریکسوس رو فراموش کنه، یه بار دیگه به دیدنش میره. بهش میگه بچه‌ای که توی شکمش داره از کریکسوسه. بهش یه شانس دیگه میده که بگه عاشق اونه نه ناویا، اما کریکسوس محکم از عشقش به ناویا دفاع میکنه و تسلیم نمیشه. بالاخره روز جشن فرا میرسه. بیاتوس خیلی از اشرافزاده‌های رومی رو دعوت کرده. مبارزه شروع میشه و کریکسوس به سختی مبارزه میکنه و اسپارتاکوس هم سعی میکنه راضیش کنه که به نقشه فرار ملحق بشه. اون گوش نمیده و اسپارتاکوس مجبور میشه دفاعی مبارزه کنه. حتی چند بار توسط کریکسوس زمین میخوره. در همین حین میرا دنبال فرصت میگرده تا در سیاهچال رو باز کنه. اسپارتاکوس عمدن مبارزه رو طولانی میکنه تا شاید بتونه کریکسوس رو متقاعد کنه. توی لحظه مناسب میرا نگهبان سیاهچال رو میکشه. وقتی اسپارتاکوس سیگنال میرا رو میبینه شروع به ضد حمله میکنه. درست همون لحظه کریکسوس هم حالش بد میشه. اسپارتاکوس بهش میگه که بیاتوس از قبل مسمومش کرده تا کشته بشه. بالاخره کریکسوس از افتخار میدان نبرد دست میکشه. او با نگاهی به بالا سرش میفهمه که اونا تاریخ مصرفش رو امضا کردن. زانو میزنه و سپرش رو بالا میگیره، علامتی برای شروع یک قتل عام. دقیقاً همون تکنیکی که قبلا باهاش سایه مرگ رو شکست داده بود. اسپارتاکوس نیت اون رو میفهمه و با تمام قدرت روی سپرش میپره. این حرکت بهش کمک میکنه تا ارتفاع بگیره و به سمت بیاتوس حمله کنه. به طور معجزه آسایی اون از زیر شمشیر در میره. میخواد ضربه دوم رو بزنه که ناگهان شلاق مربی دور دستش میپیچه و موفق نمیشه. کریکسوس با یه حرکت سریع تناب رو میبره. توی این فرصت بیاتوس از صحنه فرار میکنه. با تشویق کریکسوس همه به شورش میپیوندن. بالاخره راهی برای خالی کردن خشمشون پیدا میکنن. میدان تمرین به سرعت تبدیل به میدان نبرد خونینی میشه، پر از جیغ و فریاد. مربی با کریکسوس روبرو میشه و ازش میپرسه این دیوونگی‌ها دیگه چیه؟ اون افشا میکنه که بیاتوس دستور مرگ همسر اسپارتاکوس رو داده بوده و حالا اونو مسموم کردن. این حقیقت چشمای مربی رو به جنایت‌های بیاتوس باز میکنه و به طور رسمی با پرتاب چرا من اشتباه میگم اینجا رو؟ و به طور رسمی با پرتاب خنجرش به شورش میپیونده. اشرافزاده‌ها همه به داخل عمارت فرار میکنن. بیاتوس سعی میکنه همه رو آروم کنه. همسرش از الیسا میخواد که سربازای شوهرش رو برای کمک بخواد. الیسا که از مدت‌ها بازیچه دست اونها شده بوده، حالا وقتشه که انتقام بگیره. با صدای بلند دستور میده درها رو ببندین. در بسته میشه و مهمونا همه داخل گیر میکنن. اسپارتاکوس و یارانش با سرعت به داخل عمارت هجوم میارن و هر اشرافزاده‌ای رو که گیر بیارن بی هیچ رحم و ملاحظه‌ای میکشن. توی چند دقیقه عمارت به میدان خون و جنازه تبدیل میشه. وسط این همه وحشت آشور توی سکوت مخفی شده و به سختی از مرگ فرار میکنه. آگرون و برادر دوقلوش مثل همیشه کنار هم در مقابل سربازا می جنگن. هماهنگی و شجاعت خوبشون باعث میشه که کلی از سربازها رو از راه بردارن. حسابی خوشحالن که ناگهان یکی میخواد به آگرون حمله کنه. برادر کوچیکتر جلو میاد و خودش قربانی میشه. صحنه‌ای تلخ که فقط آگرون میتونه حسش کنه. کریکسوس وسط این هرج و مرج همسر بیاتوس رو پیدا میکنه. ازش میپرسه ناویا رو کجا فروخته. اون که خطر رو حس کرده از بچه‌ای که توی شکمش داره به عنوان سپر استفاده میکنه، اما دیگه دیر شده. در همین حال اورلیا پسر کادیوس رو تو گوشه خلوت هدایت میکنه. یه چاقوی میوه‌خوری رو یواشکی پشتش پنهان کرده. ازش میپرسه که آیا دستور قتل همسرش رو اون داده بود؟ از دید اون جون یه برده هیچ ارزشی نداره و حقش بوده که کشته بشه. ولی برای اورلیا ور همسرش و پدر بچه‌هاش بوده. با صدای پر از درد میگه اون نباید وسیله‌ای برای تفریح اشرافزاده‌ها میشد. اون مال من بود. اون مال من بود. بیاتوس توسط گلادیاتورهایی که یک روز صاحب اونها بود و مرگ و زندگیشون دستش بود محاصره شده. صدای همسرش رو میشنوه. به نظر میاد درد شدیدی رو تحمل میکنه. میخواد بهش نزدیک بشه که اسپارتاکوس جلوش میسته. میپرسه اگه میتونستی دوباره زنتو در آغوش بگیری چیکار میکردی؟ چند نفر رو میکشتی؟ 100 نفر یا 1000 نفر؟ معلومه که این کارو میکردی. پس از من شروع کن. اون سعی میکنه مقاومت کنه، ولی وقتی نگاهش به مربی میفته میفهمه که حتی اونم دیگه نمیخواد بهش خدمت کنه.
میکنه. با ناامیدی شمشیرشو میندازه زمین. سرانجام بیاتوس به سرنوشتی که خودش ساخته بود روبرو میشه. اسپارتاکوس جلوی گلادیاتورها میسته و با قاطعیت بهشون میگه ما خیلی وقته که طبق خواسته ارباب هامون زندگی کردیم. نمیخوام یه برادر دیگر رو ببینم که برای تفریح و سرگرمی از دست بره. نمیخوام یه قلب دیگه از سینه بیرون کشیده بشه. شاید همتون خواستار این خونریزی نباشید، ولی دیگه تموم شده. حالا زندگیتون دست خودتونه. میتونین راهتون رو انتخاب کنین یا با ما همراه بشید و با هم روم رو بلرزونیم. اونها بالاخره میفهمن که چه قدرتی دارن و میتونن برای آزادی خودشون بجنگن و فصل اول سریال به پایان میرسه.